نکرد، بر علی سب نداد، تبری نجست. این تاریخ درخشان ماست از نظر تاریخی. پس امروز ما به تاریخ گذشته خود، به تاریخ علویت، به تاریخ پیروی از اهل بیت بنگریم، کار نکنیم که لکه به دامن عاشورا بزنیم یا کار انجام کنیم که خدای نخواسته این کار برگردد به اون که مردم بگوید رهبر اینها، اون کسی که اینها از او پیروی میکند، این کسی که اینها محبت اونها را به نام عاشورا برپا میکند، لکه حتی به دامن اونها برسد. وقایع تاریخی را ما باید پن بگیریم. امروز اعتراضاتی که وارد است که کسانی که اهل تشیع هم نیست، یکی از اعتراضاتش این است از طرف علمای اهل سنت. اعتراضشان رو ما باید قبول کنیم. میگه شما قمه میریزید، خون میریزید، به چی دلیل؟ در اسلام چنین چیزی وجود دارد؟ نه. در دستور دینی شما چنین چیزی وجود دارد؟ نه. پس این خرافات را نسبت به امام حسین که او اهل بیت پیغمبر است، آیه تطهیر در شان او نازل شده، در شان او اهل بیت پیغمبر از ذوی القربای پیغمبر است، از کجا آوردید را چسبندید به عاشورا؟ پس خلاصه مطلب این است که در این رابطه پدرها هم مسئول است، مادرها هم مسئول است، جوانان هم مسئول است، فرزندانشان هم مسئول است. همه مردم ما مسئولیت داریم به نام تشیع و پیروان ابا عبدالله و برگزار کنندگان عاشورای حسینی که این پرچم امروز اختصاص به مردم ما و تشیع پیدا کرده که عاشورای ما برقرار کنیم که دنیا این عاشورا را بپسندد، این عاشورا مبلغ اهداف ابا عبدالله باشد. درسهایی که امام حسین در صحنه کربلا داده، این درسهاش از زبان خود اون حضرت یا از عمل اون حضرت و اصحابش به دنیا تبلیغ بشود. یکی از درسهایی که میبینید امام حسین در عاشورا میده عزت نفس است. این چیزهایی که خرافات آمده این تقلید است، چون این تقلید در اسلام جایز نیست که دیگرها این کار را کرده، جاهل بوده، ما این کار را باید در این عصر هم انجام بدیم. لذا قرآن مجید این گونه تقلیدها را مذمت میکنه. درباره اعراب که سوال میکرد شما چرا بود پرست، چرا خدای واحد را پرستش نمیکنید؟ میگفت پدران ما چنین کرده، پدران ما چنین کرده، ما سنت پدرها را باید ادامه بدیم. سخت مورد مذمت است. پس اگر در گذشته ها چنین کاری بوده، اول ما باید ریشه های تاریخیش ببینیم. قمه زدن و دول زدن اینها از متن اسلام است یا اینکه از انگلستان و جای دیگه آمده رنگ مذهبی پیدا کرده؟ اینها از دنیای مسیحیت آمده، نه از جای دیگر، نه از متن اسلام. هم شبیه سازی ها، هم علم کشی ها. علم کشی در اصلش بد نیست، اما یک وقت شکل و قیافه جور میگیره که جنبه خرافاتی پیدا میکنه. 7 تکیه میگرده، خانم ها جمع میشد، از 7 تکیه باید بگرده. این در کجای اسلام است؟ این متن اسلام در کجا آمده؟ این با امام حسین و عاشورا هیچ تناسبی ندارد. اون چیزی که تناسب نداشته باشه خرافاست که بلکه بالاتر بدعت است. بدعت در اسلام حرام است. بدعت آن است که چیزی در دین نباشد و مردم از ذوق شخصی خودش رنگ دینی بدهد. خب به هر صورت امیدوارم که این مسائل هایی که بسیار قلم های درست را تشکیل میدهد، قمه‌زنی ها برچیده شود. اینها توجیه اسلامی ندارد. به جای این جوانان ما در یک بانگای خون سید الشهدا به نام اون حضرت تشکیل بدهد، خونها را در بانگ خون سید الشهدا اهدا کند که مردمی که نیازمند است باید بگه برم از بانگای خونی که جوانان شیعه هدیه کرده برای امام حسین، برای مریض و برای مشکلات خود از او استفاده کنم. کدام بانگای خون؟ بانگای خون سید الشهدا. این تبلیغ است برای عاشورا، یا خون را در خیابان بریزی بدون این که کدام ارزش داشته باشد. ذوالجناح یا حیوان را باید بزرگ کنی. انسان خودش اشرف مخلوقات است. ولقد کرمنا بنی آدم. از انسان بزرگتر خدا نیافریده.
حیوان ارزش نداره که برای او، اگر بگه به حیوان ارزش پیدا کرده، به خاطر امام حسین ارزش پیدا کرده، او ذوالجناح یک اسب بود که امام حسین سوار شد، او تمام شد دیگه، او ذوالجناح موجود نداره. پس اینا مسائلی است که خصوصا جوانان ما هستند که در خارج زندگی میکنن، اینها در کشورهای متمدن، کشورهای تحصیل کرده، اول نظاره‌ای که میکنه این علم‌ها و پرچم‌ها که برداشته میشه مراسم عاشورا، اونها کلن عاشورا را از عمل اینها مطالعه میکنه که عمل اینها چطور است، از این طرف به عاشورا و اهداف امام حسین از گفتار و عمل عزادارانش پی میبرن. جور ما باید عمل کنیم که مردم آگاه دنیا، مردم تحصیل کرده دنیا، مردم متمدن دنیا باید بگه آفرین، مردم است بر حق، رهبرشون خدمت کرده برای بشریت. در اون دنیا اگر بیرشون در میان خیابان بیرون شون زنجیر بگیریم بزنیم همه تیخون کنیم، همه سوال میکنه که مردم وحشی از کجا آمد. تازه مگه اگر این مراسم شما اینطور مراسم مذهبی، یک مراسم وحشیگری است شما، نه یک مراسم عقلایی. باید همه توجه کنند، احساسات را به کار نگیرد و مراسمی که در اینجا شده از سنت های قدیم آمده، قمزنی و دول و مسائل دیگر، اینها را ریشه یابی کنه. عرض کنم از اینجا اولا باید تصفیه شود اینها از دامن عاشورا. چه رسد که جوانان ما که در کشورهای متمدن پیشرفته زندگی میکنه حرکات انجام بدهد که این حرکات از نظر اونها یک حرکات وحشیانه قلمداد شود. امیدوارم که همه ما توجه کنیم و تفکر، همه مسائل را باید عقلانی و واقعی بسنجیم. تاریخ امام حسین و عاشورا را با دقت مطالعه کنیم، اهداف امام حسین را با دقت بفهمیم که این مسائل در عاشورا مسائل خرافی وارد نشود، و اگر وارد شود بیش از آنی که ما خدمت کرده باشیم ثواب، که خدمت و ثواب هم نیست این خرافات، بلکه گناست و عظیم. تنفر مردم از عاشورا بیشتر میشه، از این گناهی بالاتر وجود نداره. امیدوارم که انشاءالله تعالی همه ما را خداوند هدایت کنه در راه صراط مستقیم، که ما عزاداری ابا عبدالله و عاشوراش را اونطور برقرار کنیم که اونطوری که اهداف ابا عبدالله بوده، که مبلغ خوب برای ابا عبدالله باشیم، اهدافش را به دنیا منتشر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.